متن نوار از سخنرانی‌های شیخ محمد صالح پردل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز آخر ماه رمضان است. کجا هستند تاجران حقیقی مسلمان؟ کجا هستند تاجران حقیقی مسلمان؟ کجا هستند تاجران حقیقی مسلمان؟ بعضا میبینیم تاجر زکات نمیدهد، بعد دشمنان اسلام چون تاجر مسلمان زکات نمیدهد فقیران مسلمان را شکار میکنند با فقرشان. یک روزنامه کویتی دست شیخ بزرگ محمد صالح پردل میافتد و در صحیفه اول آن مجله یا روزنامه با حرفهای بزرگ نوشته شده بود که سال 2001 مؤسسه های صلیبی و دولت مردان صلیبی چیز حدود 280 میلیارد دلار خرج کردند تا مسلمانان را مسیحی بکنند. 280 میلیارد دلار سال 2001 دولت مردان صلیبی و مؤسسه های صلیبی. کجا هستند تاجران مسلمان؟ کجا هستند تاجران مسلمان؟ کجا هستند تاجران مسلمان؟ بار الها هدایتشان کن، بار الها هدایتشان کن، بار الها هدایت کن ما را، بار الها هدایت کن ما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.